حالا ما باید بعد از 45 سال به اینجا برسیم که وزیر آموزش پرورش ما بگه اولین اولویت من در آموزش و پرورش ترویج فرهنگ نمازه. ترویج فرهنگ نماز مال روحانیت بوده، مال حوزه‌های علمیه بوده، مال 100,000 مسجده، مال بالای 100,000 حسینیه است. اونجا باید ترویج نماز می شده. آموزش و پرورش باید ارتقاء علمی این بچه ها رو فراهم می کرده. شما، من و هر کسی دیگه ای بچه‌مون رو میذاریم مدرسه غیر انتفاعی با یه پول کلانی که این نماز بخونه. خب این نمازی که تو خونه میتونه بخونه، این میره اونجا که دانش بیاموزه و باید این دانش ارتقا پیدا کنه. بعد مردم میگن بله دیگه، پس 25,000 تا طلبه وارد آموزش پرورش کردن، برای همینه که ترویج فرهنگ نماز بشه. اینا در دولت آقای پزشکیان داره اتفاق میفته.